درباره همون آدم خود کشتار که هم؟ از این درس اگر نفری که به خاطر مثال گیریم جهاد گفته هم؟ در یک ماشین سوار شده خودش را مثال میرود میکپاند هم؟ یگان کافر را مقصد میکشد برای اسلام هم؟ آیا این مثال به شهادت میرسد یا که شهادت اون را تبریک میکنند همین جایزه استاد جان؟ خواهرم درباره کی شهید است و کی شهید نیست این رو فقط الله میداند. یعنی شهید کی هست این رو الله میداند. فلانی شهید شد گفتن شهید ان شاء الله گفتن درست است و بر الله او شهید گفته هم نمی شود. برای اینکه صحابیه که حتی در جنگ مرده بود پیامبر گفتن نه او از اهل دوزخ است که او به در طاقت کردن نتوانسته خود را کشت. اما آنهایی که در حقیقت نیتشان شهادت است پروردگار به شهادت برساند در نه حقیقت خودشون را نیتشان. میکپانند این اما حالت خواهرم این جایزه مسئله کفاندن در کجا کفاند، در کدام دولت کفاند، از کفاندن چی فایده گرفت، این چیز مثلا خیلی در من مهم. ویدیو دیدم مشترکرم در تاجیکستان در یک کمسواتی در میگفت و این تاجیکستان درست نیست این کار. این کار در تاجیکستان درست نیست. کی رو میکفانی در تاجیکستان؟ چرا خیر گفتید حاضر در یهود ها رو همین خیر کردن گفتید مثلا یک عسکری مسلمان گفتید داخل شد بین عسکرهای یهود آره در اسرائیل خودش رو کفان که یک جمعی کلان آنها برود. مسئله جهادی است پروردگار قبول کند. یعنی این خیلی فرق میکنه جا از جا مکان از مکان کی این کار رو کرد به خاطر چی کرد. همین خیلی همه آدم کفاندگی رو مثلا همین چی کراکو سیتی بود در مسکو این احمقی است یک وقت جهاد نیست این کار شدگی. میروی آدمایی که همین خیلی استودن بی ضرر اگرچه اهل کفار باشن همش رو میکشی و خودت رو بین آنها میتر کنی کجا تغییر میدهی؟ چی می شود بعد از این؟ یعنی جهاد هم هدف خود را دارد. شهادت فقط رفته جان خود را دادن می بود. پیامبر در همون مکه جان خود را می دادن. باید یک هدف باشد به چی می رسیم بعد از این چی چیز به دستمان می آید. خیلی مهم است. یعنی مسئله همین خیلی هر کسی که کفان شهید شد مبارک باشد گفته نمی شود.